اتفاقهایی که میخواد برامون بیفته، مثلا دوست داریم اتفاق بیفته، هنوز اتفاق نیفتاده، توی درون ما از قبل این تجربهش هست. خب شده مثلا یه موقعی میریم یه جایی میگیم که این صحنه رو من دیده بودم، این آدمه چقدر برای من آشناست، یه جور حالت آشنا پیدایی برامون اتفاق میفته. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال خودتون. یه چند مدتی نبودم به خاطر اینکه هم سرما خورده بودم، هم یه سری مشکلات کاری و مهاجرتی برام پیش اومده بود که خدا رو شکر همشون حل شد و الان در خدمتتون هستم. توی این ویدیو همراه من باشید چون قراره در مورد موضوع خیلی مهم صحبت بکنم که خیلی هیجان انگیزه. با من همراه باشید. بچه همونطور که میدونید من توی این کانال در مورد تجربه های شخصی خودم صحبت میکنم. هر چیزی که یاد میگیرم یا مثلا تجربه اگه باعث شده که اتفاق خوبی خاصی بر من بیفته میام بهتون میگم که انشالله برای شما هم مفید باشه. من توی اپیزودهای قبلی در مورد معجزه نوشتن صحبت کردم، اینکه مثلا من تجربه‌ام چی بوده، چه اتفاقایی برام افتاده، اصلا چطوری حالا مینوشتم و اینها، و خب خیلی هم استقبال شد و خیلی کامنت میگیرم، هنوزم کامنتاش برام میاد که مثلا خب بهمون بگو چطوری بنویسیم، چی کار بکنیم و اینها. که حالا توی اپیزودهای بعدیش من در مورد اینکه حالا چه دوره‌هایی رم شرکت کرده بودم و چه کسایی بهم کمک کرده بودن هم توی اپیزود بعدیش گفتم که حالا چون خیلی ندیدن بازم میان کامنت میذارن که بهمون بگو چه دوره‌ای بوده، ولی حتما برید ببینید که خیلی براتون مفیده. حالا میخوام که توی این ویدیو که مرتبط به ویدیوهای قبلیم هست و یه موضوع جدیدی هم که متوجهش شدم و احساس میکنم که مربوط به این معجزه نوشتن و کلا در مورد نوشتن هستش بهتون توضیح بدم که واقعا برای خود من خیلی جدید بود و خیلی احساس کردم که ما با این موضوع میتونیم خیلی بیشتر خودمون رو به خواسته هامون نزدیک بکنیم. حالا این موضوع چیه؟ اگر ویدیوی قبلی من راجع به ضمیر ناخودآگاه دیده باشید یه بخشی از حرفای الانم میتونه مرتبط به اون باشه. میخوام در مورد سلف و همزمانی باهاتون صحبت بکنم که ارتباط خیلی زیادی با نوشتن ما داره. اینکه مثلا ما زمانی که مینویسیم و میبینیم که این موقع اتفاق میفته و این موقع اتفاق نمیفته میتونه به اینها ارتباط داشته باشه و خود من هم توی این مدت خیلی تجربهش کردم و احساس کردم که واقعا اگه ما بتونیم ضمیر ناخودآگاهمون رو با سلفی که درون ما هستش، سلف یه مرکز وجودی یا همون خود برتر ما هستش، بتونیم این دوتا رو با هم دیگه تطبیقش بدیم و بتونیم هم راستا بکنیم، میتونه اتفاقای خیلی خفنی برامون بیفته و میتونه واقعا ما رو به خواسته هامون خیلی بیشتر نزدیک بکنه. من تا قبل این خیلی درگیر این موضوع نبودم، من نمیدونستم که حتما اگه بخوام روش کار بکنم اینطوری. من فقط فکر میکردم که مثلا اگه من بیام باورهامو خیلی قوی بکنم و هی مدام برای خودم تکرار بکنم یا مثلا جور دیگه ای بنویسم یا فرمت نوشتنم رو عوض کنم میتونه اتفاق بیفته. ولی خب متاسفانه اینطوری نیستش که فقط بخوام که با نوشتن بتونم به همه خواستام برسم. من توی اپیزود قبلی هم گفتم یه سری از اتفاقا برای من اتفاق میافتاد، یه سریاش هم اتفاق نمیافتاد. یعنی اصلا چیزی نبودش که بگم که بنویسید حتما 100%. ولی چه زمانی 100% میشه؟ زمانی که ما بتونیم سلف درونی خودمون رو با ناخودآگاه و خودآگاهمون هماهنگ بکنیم همه اینها رو و بتونیم که توی همون راستا بمونیم و بتونیم اتفاقایی که توی درون و بیرون ما میفته رو یکی بکنیم و اینها توی زمان درست اتفاق بیفته. و زمانی هم که میخواد اتفاق بیفته اگه زمانش رسیده باشه اتفاق میفته، ولی اگه زمانش نرسیده باشه این یعنی که ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای اون اتفاق و اگه آماده نباشیم هر کاری هم بکنیم اتفاق نمیفته. پس همه اینها میتونه مربوط به سلف ما باشه که میخوام که حالا در کنار این سلفه یه همزمانی هایی که مربوط به نظریه یونگ هست رو بهتون توضیح بدم. همزمانی چی هستش؟ همزمانی یعنی اینکه یه سری اتفاق ها میفته که داره از قسمت درون ما و سلف ما به ما هشدار داده میشه، یه جور آلارمه که ما بتونیم که متوجه بشیم و معنا و مفهوم اون اتفاق رو بفهمیم و بر اساس اون معنا و مفهوم بتونیم حالا مسیرمون رو انتخاب بکنیم که آیا داریم راه درست میریم یا داریم راه اشتباه میریم.
بگیم. مثلا برای ما یه اتفاقی میفته که مثلا میخواد به ما این مفهوم رو برسونه که از این مسیر نرو، مثلا این مسیر برای تو خوب نیستش، باید مسیرت رو عوض بکنی. یا مثلا یه اتفاق دیگه ای میفته که میخواد بهمون اتفاقا بگه که اتفاقا مسیرت درسته، ایمان داشته باش، شک نکن به مسیرت و ادامه بده. خب پس همزمانی یه جورایی میتونیم بگیم که علت و معلولی نیستش، معنا و مفهومیه. این چیزیه که یونگ داره در موردش میگه. ولی من میخوام که خیلی شخصی و نظر شخصی خودم رو و برداشتی که خودم از این موضوع داشتم رو بهتون بگم. پس شما میتونین که خیلی از اتفاقایی که براتون میفته رو با پیام‌هایی که دارین از محیط اطرافتون میگیرین و دارین سعی میکنین که این اتفاقها رو به هم دیگه ربط بدین، میتونین یه جورایی خودتون رو توی اون مسیر قرار بدین و متوجه بشید که آیا کاری که دارید انجام میدین یا انتخابی که دارین میکنین یا مثلا نوشته‌ای که شما توی کاغذتون نوشتین آیا میتونه براتون به صلاح باشه یا نه. بچه بخوام یه چند تا مثال ساده راجع به همزمانی بزنم که بخوام بیشتر متوجهش بشیم و اصلا بفهمیم که اصلا چی هستش و چه زمانایی اتفاق میفته. مثلا شما یه رشته تحصیلی میخونی که میخوای مثلا توی همون رشته کار کنی و وارد مثلا بازار کار بشی، ولی علاقت هم یه چیز دیگه است. مثلا به هنر علاقه داری، به خیاطی علاقه داری، نمیدونم به آرایشگری علاقه داری، ولی چون که درس مثلا حسابداری به فرض خوندی باید بری کارمند حسابداری بشی. خب ولی زمانی که میری کارمند میشی در راستای اونجا مثلا حالا یه اتفاقی برات میفته که اصلا یهو مسیر زندگی تو رو تغییر میده و اون اتفاق در اصل یه جور همزمانیه. یعنی درون شما، سلف درون شما داره به ناخودآگاه شما پیام میرسونه که تو مسیرت مسیر کارمندی نیست، باید مسیرت رو عوض کنی، باید بری به سمت همون علاقه‌ای که داری. خب این میشه یه همزمانی خیلی ساده که حالا یه مثال ساده خواستم بگم که متوجهش بشین. یا مثلا یه نفر توی یه شغلی هست داره کار میکنه ولی همش دلش پیش یه شغل دیگه است، دلش میخواد مثلا یه کار دیگه بکنه و فکر میکنه این موضوع غیر ممکنه و نمیتونه براش اتفاق بیفته، ولی چون سلفش آگاهه و زمان و مکان رو نمیشناسه و یه جورایی میتونیم بگیم ازلی و ابدی هستش، میاد به ناخودآگاه ما و به خودآگاه ما پیام میرسونه که تو اگه مثلا فلان شغل رو دوست داری میتونی بهش برسی، ولی باید مثلا این مسیر رو انتخاب بکنی و اتفاقها، آدمها و شرایطی سر راه تو قرار میگیره که دقیقاً تو بتونی اون مسیر رو تجربهش بکنی. بچه‌ها یه وقتایی هم دیدین که مثلا ما هر کاری میکنیم یه اتفاقی رو میخوایم رقم بزنیم، ولی خیلی کارو داریم براش میکنیم، تلاش میکنیم، مینویسیم، میگیم مثلا انرژی فرستادم فلان، ولی اصلا به طور خیلی عجیب غریبی واقعا اتفاق نمیفته و اصلا ما هر کاری، هر تلاشی که دستمون بر اومده نمیشه. چون همچین کامنتایی هم گرفتم اتفاقا میگفتن که ما بگی هر جوری که دلت بخواد ما نوشتیم نشده. چرا؟ چون یه زمانهایی واقعا ما باید تسلیم بشیم در مقابل حالا اون سلف درون میگن، خود برتر میگن، نیروی درون میگن، نمیدونم هر اسمی که میتونیم روش بذاریم. ما فقط باید تسلیم بشیم و خودمون رو بسپاریم به مسیر و متحد بشیم. ما اگه بتونیم ذهنمون رو با درونمون آگاه بکنیم، این اتحاده باعث میشه که ما بتونیم مسیرمون رو پیدا کنیم. و کلا بچه‌ها اتفاقات توی درون و بیرون ما داره اتفاق، یعنی یه زمانهایی اتفاقایی که میخواد برامون بیفته، مثلا دوست داریم اتفاق بیفته، هنوز اتفاق نیفتاده، توی درون ما از قبل این تجربهش هست. خب شده مثلا یه موقعی میریم یه جایی میگیم که این صحنه رو من دیده بودم، این آدمه چقدر برای من آشناست، یه جور حالت آشنا پیدایی برامون اتفاق میفته و همین باعث میشه که مثلا بعداً یهو اون اتفاق با اون آدمه رقم بخوره. خب پس این یعنی که یه جورایی اون همزمانیه داره اتفاق میفته، چون همزمانی هم میتونه توی خواب ما باشه، هم میتونه تو بیداری ما باشه، میتونه با اتفاقای عجیب غریبی که میفته دور و برمون باشه، به چند مدل میتونه خودش رو نشون بده. یا مثلا مثل یه شهود باشه که دیدین که مثلا دنبال یه جواب یه سوالی میگردی، هر چقدر مثلا فکر میکنی بعد یه جایی یه جوابی میاد توی ذهنت. خب همین باعث میشه که اون همزمانی اتفاق میفته و تو جواب سوالت رو بگیری. پس شما میتونی که انقدر خودت رو قوی بکنی و به سمت معنویات بیشتر بری که بتونی معنی اون همزمانی ها رو بفهمی و وقتی آماده باشی ناخودآگاه میتونی معنا و مفهوم اون اتفاق ها رو برای خودت کنار همدیگه بچینی و بگی که خب پس من وقتی همچین چیزی رو خواستم، همچین اتفاقی هم افتاد، یعنی که این دوتا با همدیگه یه معنی
معنی دارن، یه ارتباطی به هم دیگه دارن. پس شما با این روش میتونی خیلی راحت نوشته‌هات رو به زمان حال بنویسی و به این فکر کنی که سلف شما داره شما رو توی همون مسیر قرار میده. حالا اینایی که بچه‌ها من بهتون گفتم چیزایی بود که من خب توی این مدت بررسی کردم، شنیدم از پادکست‌ها، حالا تیکه‌ای از کتاب و اینها رو کنار هم دیگه شنیدم و خوندم که ببینم که اصلا واقعا تو درون ما چه اتفاقایی داره میفته. خب حالا شما مثلا در مورد این موضوع خیلی علاقه‌مند باشی، انقدر نظریه‌های متفاوت وجود داره از نویسنده‌های متفاوت که شما بخونیشون خیلی اتفاقا علاقه‌مند میشین و حالا خیلی گسترده هستش اصلا این موضوع. حالا من در مورد تجربه خودم بخوام بهتون بگم این هستش که من چند وقت پیش می‌خواستم که بعد مدت‌ها بشینم بنویسم دوباره، چون خیلی بی‌حال بودم، مریض شده بودم و اصلا از اون فرکانس و انرژی خودم واقعا اومده بودم بیرون و احساس می‌کردم که اصلا هیچی دلم نمیخواد، هیچی حالمو خوب نمی‌کنه و همین باعث شدش که من دوباره بشینم بنویسم. ولی این بار به خودم گفتم که لیلا اگه خواسته ای داری و چیزی رو دوست داری توی زندگی تجربه بکنی، ولی این بار بشین واقعا اونجوری که دلت میخواد به زمان حال که واقعا الان اتفاق افتاده و داری زندگیش میکنی بنویس. چرا؟ چون من همیشه میومدم چجوری مینوشتم، این که مثلا من به زودی میخوام مثلا به فلان چیز برسم، به زودی این اتفاق برای من میفته. یعنی یه جورایی من هنوز ذهنم داشت اون موضوع رو پس میزد، یا مثلا هنوز قبول نمیکردم، یا فکر میکردم خیلی دوره، فکر میکردم باید خیلی مثلا مسیر برم که تا به اون برسم. خب ولی اومدم ذهنمو باز کردم، یه آهنگ مدیتیشنی خیلی ساده گذاشتم. سعی کنید موقع نوشتن یه آهنگ خیلی ملایم پخش بشه، چون ذهنتون رو متمرکز میکنه و بشینید بنویسین. بگین که آقا مثلا خدا رو شکر که من توی خونه فلان دارم زندگی میکنم و فلان اتفاق رو دارم توی این خونه مثلا تجربه میکنم. خدا رو شکر مثلا بدنم سالمه. خدا رو شکر که مثلا توی خونم فلان چیز رو دارم، فلان امکانات رو دارم و اینجور چیزها. خب حالا نمیخوام خیلی پیچیده‌اش بکنم، ولی سعی کنید مثلا در مورد شغلتون باشه، خونتون باشه، همسرتون باشه، بچه، هر چیزی که دوست دارین رو فقط به زمان حال بنویسین، چون خیلی مهمه این موضوع. من خودم واقعا زمانی که میخواستم به زمان حال بنویسم یه جورایی میگم ذهنم مقاومت میکرد و این مقاومت ذهنم رو سعی کردم بشکنم و زمانی هم که داشتم مینوشتم با فشار دست خیلی زیاد داشتم مینوشتم، یعنی قشنگ احساس میکردم که تمرکزم کاملا روی خودکارمه و دارم محکم مینویسم. یا حتی مثلا یه اتفاقی میافتاد که مثلا داشتم مینوشتم یهو ذهنم میرفت به سمت اینکه بخوام بنویسم مثلا به زودی برای من همچین چیزی، ولی سریع هم اونجا خطش میزدم، پاکش میکردم، نمیذاشتم که ذهنم دوباره بره توی اون مسیر. خیلی سخته و باید حتما شما بتونین همونطور که توضیح دادم یکم قبل که ذهنتون رو هدایت بکنین. وقتی ذهن هدایت میشه و اون من برتر فعال میشه، میگه که خب این داره مسیر رو پیدا میکنه، پس بذار کمکش بکنم، بذار اتفاقها رو ببرم جلو براش، یهو انرژی و فرکانس درونیتون اصلا تغییر میکنه و ناخودآگاه خودتونم باور میکنید که اون اتفاقی واقعا افتاده و نمیتونید دیگه، ذهنت پس نمیزنه. خب پس حتما این موضوع رو به زمان حال بنویسید و ببینید که چقدر تاثیر داره. حالا خودم جزء دسته از آدم‌هایی بودم که زمانی که مثلا یکی بهم میگفت که تو زمان حال بنویس، من واقعا گارد داشتم، مثلا ذهنم نمیتونستم چنین چیزی رو قبول بکنه که من یعنی چی مثلا بیام بنویسم که مثلا خب من به یه ماشین خیلی مدل بالا علاقه دارم و الانم پولشو ندارم مثلا بگیرم. خب چطوری بیام اینو بنویسم که مثلا من الان دارمش؟ میدونین چی میگم؟ نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. بعد زمانی که میومدم شروع کنم بازم میرفت توی اون حالتی که من حالا به زودی انشاءالله میگیرم، یا مثلا انشاءالله سال دیگه مثلا من فلان اتفاق بیفته توی این مسیر قرار میگیرم و اینو میخرم. خب هی ضد و نقیض بود. به خاطر همین من انقدر تحقیق کردم روی این موضوع که مثلا آقا من دقیقاً چی کار کنم که چطوری بنویسم که بتونه خیلی واضح بتونم تو ذهنم ببینمش. میگن که با جزئیاتم بنویس. اینو که امتحان کردم، اومدم شروع کردم به نوشتن، واقعا همه چی گذاشتم کنار.
یعنی رو درواسی با خودم رو گوشم کردم. یا حتی بعضی موقع من فکر می‌کردم که اگر من بیام اینطوری بنویسم دارم خودم رو گول میزنم، یا مثلا خیلی مادیگرام، یا خیلی دارم سمت مادیات رو نگاه میکنم و همش خجالت میکشم پیش خدای خودم که من انقدر مادیگرا شدم. میدونین چی میگم؟ اصلا خجالت نکشین، چون جهان مادی دقیقاً واسه ماست و ما باید بهترین چیزها رو اینجا تجربه بکنیم دیگه. پس حتما سعی کنید که با جزئیات بنویسین، با زمان حال بنویسینش و هیچ محدودیتی برای ذهن خودتون هم نذارین. واسه همین اصلا نوشتم که مثلا چی میخوام و دوست دارم الان چه اتفاقهایی افتاده باشه برام و الان در حال تجربه کردنشون هستم. و اصلا ناخودآگاه وقتی مینویسید انرژی و فرکانست دیگه یه جوری میره توی حالت چجوری بگم فراوانی و داشتن و دیگه به نداشتن فکر نمی کنی. یعنی ذهنت نمیره به این که من این موضوع رو ندارم، مثلا این پولی که الان من دلم میخواد رو ندارم، یا مثلا مشتری که میخوام داشته باشم رو ندارم. ولی وقتی میگی که دارم، خدا رو شکر که من الان دارم و الان دارم کار میکنم، حساب بانکیم الان انقدر مثلا داره، امتداد مثلا مشتری دارم، فلان مثلا جا دارم کار میکنم. اینا شاید برای بعضی ها چیزهای کوچیکی باشه ولی برای یه نفر ممکنه خیلی اتفاق بزرگ و خوبی باشه. شما باید بسته به اون شرایط خودتون و خواستهای خودتون دیگه بنویسید و بخواید. خلاصه بچه‌ها، خود من هم زمانی که میخواستم شروع بکنم به زمان حال بنویسم، این گارد ذهنی من واقعا اجازه نمیداد و حتی موقعی نوشتن هم باعث میشد که من دستم یه موقعی بره توی حالت نوشتن این که مثلا به زودی این اتفاق میفته یا انشاءالله که اتفاق بیفته. ولی سعی کنید که ذهنتون رو متمرکز بکنین و با گوش دادن یه آهنگ ملایم و تمرکزتون روی خودکار و کاغذتون بتونین که زمان حال رو توی جملاتتون بیارین و اصلا بی‌تعارف بنویسین. یعنی فکر نکنید که الان مثلا من دارم می‌نویسم که فلان ثروت رو میخوام، فلان نمیدونم موضوع رو میخوام، یعنی که شما خیلی آدم مادیگرایی هستی و باعث میشه که مثلا شما آدم بدی به نظر بیایی. نه، چون بالاخره از بچگی این ذهن ما و اطرافیان ما، حالا شرایط زندگی ما، این چیزها رو برای ما رقم زدن که اگه شما زیاد مادیات بخواین شما آدم خوبی نیستی. و کسایی هم که پولدار هستن و زندگی های خوبی دارن کسایی هم که حالا از راه نادرست این اتفاق براشون افتاده. اصلا همچین چیزی نیست واقعا. و خود من هم این گاردا رو داشتم و این باورهای اشتباه رو توی ذهن خود من هم بودش. ولی واقعا یک بار برای همیشه بیایم این کارو بکنیم که واقعا این موضوع رو بذاریم کنار و ذهنمون رو باز بکنیم و دفتر و کاغذتون رو بردارین و هر آنچه که به ذهنتون میرسه و خواستتون هست رو به زمان حال بنویسین که واقعا دارین و بنویسین که چی میخواین با جزئیات تمام. حالا من خودم باز یک کارت ذهنی دیگه ای که دارم که باید درستش بکنم جزئیاته. یعنی زمانی که میخوام بنویسم، مثلا میگم من الان توی خونه فلان دارم زندگی میکنم، نمیتونم با جزئیات بنویسم. این مشکل رو من دارم و باید خیلی روی این موضوع کار کنم، در حالی که آدم بسیار جزئی نگری هستم که به جزئیات خیلی توجه میکنم. ولی موقع نوشتن مثلا نمیتونم بنویسم که آقا مثلا من دوست دارم کف خونم چطوری باشه مثلا، یا میخوام کابینتام چه رنگی باشه. یه ذره روی این موضوع باید رو خودم کار کنم. ولی با تمرین و تکرار درست میشه و شما خودتون رو هدایت میکنید به اون مسیر. ولی سعی کنید اولین باری که دارین اگه به زمان حال مینویسین هر چیزی که میخواین رو حالا با یه سری جزئیات کوچیک حتما بنویسین. و فوق العاده تاثیرش اینطوریه که شما زمانی که اولش مینویسین کم کم دیگه ذهنتون عادت میکنه به اون نوشتنه و به اون زمان حاله و خودتون هی ترغیب میشین و زمانی که دارین مینویسین اصلا حال خوب بهتون میده و حتی لبخند روی صورتتون میاد که چه حس خوبیه از داشتن اون و شما از روی نداشتن دیگه نمینویسین. من مثلا میگم فلان موضوع رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، دیگه از قسمت نداشتن نمینویسم، از قسمتی دارم مینویسم که من دارمش این موضوع رو. و خب وقتی حس داشتن بهتون دست میده، حس این رو دارید که خب خدا رو شکر بر من اتفاق افتاده. خب و مطمئن باشید اگه در قبالش تلاشش هم بکنین، من نمیخوام فقط بسنده کنم به نوشتنام و دوست دارم تمام تلاشم رو بکنم و انگیزم انقدر بیشتر میشه روی این موضوع که بتونم که زودتر خودم رو نزدیک بکنم به اون. و یه جورایی این سلف درونی ما، اون من برتری که درون ما هستش،
میتونه پیام هایی رو به ما برسونه که ما زودتر به اون خواسته برسیم و سعی کنید با اون سلف درون یه جورایی هماهنگ بشین و اتفاقای درون و بیرون رو یه جورایی با هم دیگه هماهنگ بکنین که حالا توی اون قسمت همزمانی که بهتون توضیح دادم که خیلی اتفاقایی که قراره برای ما بیفته، حالا چه توی خوابمون ممکنه باشه، چه تو بیداری باشه، یا اتفاقهای ساده‌ای که ممکنه توی اطرافمون اتفاق بیفته، میتونه مسیر رو برامون راحت تر بکنه. فقط باید شما خودتون رو آماده بکنین که بتونین ناخودآگاه و خودآگاهتون رو با هم دیگه یکی بکنین. که اینا حالا نمیخوام پیچیده‌اش بکنم این موضوع رو و میخوام که چیز خیلی ساده در کل بهتون بگم که واقعا نوشتن به زمان حال فرکانس و انرژی ذهنی و درونی ما رو انقدر بالا میبره که برای خود من به شخص خیلی اتفاق افتاد و از اون روزی که نوشتم احساس کردم که واقعا داره شرایط کاریم تغییر میکنه. چون من الان این مدت بود که یه وقفه‌ای افتاد و دور شده بودم از کارم و احساس میکردم مسیرم رو گم کردم، هیچ هدفی ندارم و هیچی به ذهنم نمیرسه که اصلا برای کارم چه پلنی دارم، چه برنامه‌ای دارم. واسه همین الان احساس میکنم که با نوشتن من داره یه سری اتفاقها و پلن‌ها و مسیرها داره باز میشه. نمیگم که همشون یهو داره اتفاق میفته، نه، ولی دارم پیام هایی که میگیرم، نمیدونم اتفاقهایی که داره میفته، آدم هایی رو که دارم میبینم دارن این رو به من نشون میدن. شما هم باید ببینید چه چیزهایی داره اتفاق میفته که بتونید این معنا و مفهوم این اتفاقها رو کنار هم دیگه بذارین و بتونید حالا توی مسیر درست ازشون استفاده بکنید. حالا از اونجایی که موضوع ویدیو در مورد سلف و همزمانی و نوشتن بود، میخوام که در مورد سلف بیشتر بهتون بگم و اتفاقا چند وقت پیش داشتم پادکست یونگ نگار رو گوش میدادم و حتما پیشنهادش میکنم. این پادکست رو خیلی پادکست خوبیه و در مورد اصلا سلف و همزمانی من توی این پادکست شنیدم و گفتم که بیام در موردش هم به شما بگم. در مورد سلف یه سری چیزا اومد به ذهنم که آقا مثلا من تا قبل این موضوع نمیدونستم که مثلا اینقدر مهمه، چون واقعا حالا در مورد خود برتر و اینجور چیزا باز یه ذره شنیده بودم، ولی این که مثلا چقدر میتونه مهم باشه و ما چقدر میتونیم پیام‌هایی رو ازش بگیریم و آیا یهو خودشون نشون میده یا واقعا از قبل بوده. به این موضوع خیلی فکر کردم و متوجه شدم که مثلا لیلا، تو زمانی که از وقتی که خودتو شناختی این سلفه آیا داشته تو رو هدایت میکرده یا نه، یا مثلا از زمان بچگیت بوده. یکم که فکر کردم دیدم که نه، واقعا از زمان بچگیم که خیلی کوچیک بودم و حالا هر کسی توی زمان بچگیش ممکنه یه سری اتفاقای خاصی رو تجربه بکنه و یه جورایی میتونه همراهت باشه که به تو بگه که تو تنها نیستی. مثلا ممکنه یه سری بی‌توجهی‌های شخصی توی بچگیش ببینه، خب، ولی همیشه یه چیز برتری، یه نیرویی تو درونش میگفته که تو نه، تو اتفاقا خیلی آدم خوبی میتونی باشی، تو خیلی میتونی مثلا خوب صحبت بکنی، تو میتونی توی جامعه خوب باشی، تو میتونی توجه داشته باشی، میتونی تاثیرگذار باشی. اونی که داره با من صحبت میکنه و داره درون من خودشون نشون میده، اون همون سلف درونی من هستش که یه موقع‌هایی هم ما حالا با ذهنمون، با درونمون داریم حرف میزنیم و ازش نشونه میخوایم، مسیر میخوایم که ما رو هدایت بکنه. همین سلف است و ما این قدرت رو وقتی داریم میتونیم انقدر خوب ازش استفاده بکنیم. و حالا من اومدم اینو ربطش دادم به نوشتن و دیدم که وقتی نوشتن من با اون درون من داره هماهنگ میشه، اینا با هم دیگه دارن چفت میشن، این یعنی که من دارم هی روز به روز نزدیکتر میشم به هدفم و داره منو هدایت میکنه. و خب خیلی میتونه این موضوع خوب و قشنگی باشه که ما هممون بتونیم از این قدرت درونیمون استفاده کنیم که پس چقدر قدرت خفنیه که جذب میتونه بکنه همه چیزو. پس من چرا ازش استفاده نکنم؟ چرا فقط بیام نفیش کنم، بگم که چرت و پرته بابا، اصلا همچین چیزی اتفاق نمیافته؟ ولی وقتی ذهنت رو باز کنی، گاردت رو بشکنی، میبینی که نه، انقدرم
بد نیست، انقدرم اشتباه نیست که همه میگن. کسایی که دوست ندارن قبول بکنن رو کاری ندارن باشون، ولی اونایی که واقعا دوست دارن که توی مسیر باشن و توی اتفاقهای خوب زندگی بکنن، حتما با درون خودشون با سلفشون ارتباط میگیرن و میتونن توی همین راستا ازش استفاده بکنن. و در آخر بچه‌ها بخوام که جمع‌بندی بکنم صحبت هامو، که همزمانی، سلف و همینطور نوشتن، این سه تا میتونه خیلی خیلی ما رو کمک بکنه که تو مسیر اتفاقای خوب باشیم. فقط باید به این توجه داشته باشیم که اتفاقات توی درون و بیرون ما در اثر اتفاق میفته. یعنی اگه ما هنوز توی بیرونمون اتفاقی نیفتاده، توی درون ما اون اتفاق در جریانه. یعنی من تو ذهنم اینو رو باور کردم که من به زودی مثلا فلان اتفاق برای من میفته و فقط سعی کنید که بهش انرژی بدین، نگهش دارین، هر روز بنویسین، تکرارش بکنین، ارتباط بگیرین با درونتون. که حالا توی پادکست‌های قبلی در مورد این موضوع گفتم که پادکست گوش بدین، شکرگزاری بکنین. همه اینها فقط داره باعث میشه که ما ارتباط رو با درونمون حفظ کنیم و جوری نباشه که اون ارتباط قطع بشه. ولی ارتباطی که قطع میشه، یهو دور میشی، افسرده میشی، مسیرتو گم میکنی و باز میری توی اون فازی که میگی که هیچ اتفاقی بر من نمیفته و من نمیتونم، هر کاری میکنم نمیشه. خب پس سعی کنید که این سه تا مورد رو تقویتش بکنین، در موردش باز بخونین، تحقیق بکنین، بنویسین و مطمئن باشید که هدایت میشین و این هدایت برای هر کس متفاوت هستش. امیدوارم که این ویدیو انقدر براتون مفید بوده باشه که بیاین برام بعداً کامنت بذارین که اتفاقای خوب تجربه کردین. ان شاءالله که هر کس هم هر آرزویی داره، هر هدفی داره بهش برسه. دوستتون دارم. مرسی از همراهیتون.